و کامپیوتر شما اسناد را از آن خود میکنین، این را به توانایی های خودتان از آن خود کردین. پس من متیقن هستم که اگر از این به بعد هم شما با توانایی های خود باوری قطعی داشته باشین، انشاءالله موفقیت های بیشتری از آن خودتان میشه. تا بدام این و آن وابسته بشکسته خودتان بال و پر خودتان باشین. بال بکشا قافل بشکن تا که شهبازت کنن. توقعی بیش از حد از دیگران هیچ وقت نداشته باشین دوستای عزیز. 3 مسیر موفقیت را همیشه در حافظه بسپارین. اول شما هدفی را که دوست داره، هدفی را که میخواین به اون برسید، باید از درون را دوست داشته باشین. من متیقن هستم امروز کسایی که از این بخش فراغت حاصل میکنن در ابتدا این هدف را دوست داشتن، از درون گرایش درونی اینا را حالا وادار کرده که سند را از آن خود بکنن. در مرحله دوم اراده راسخ و اراده قوی داشته باشین. آدم هایی که اراده فولادین و آهنین دارن اینا هستن که موفقیت های بیشتر نصیب